تو رو خدا این اشتباهو نکنید. خیلیاتون رو دیدم خمیر دوناتو همینجوری میذارید روی میز، مقداری پهنش میکنید، بعدش قالبش میزنید. خب این کاملا اشتباهه. امروز میخوام تو این پست راز داشتن یه دونات عالی رو بهتون بگم. فقط قبلش بیاید با هم دیگه خمیرش رو درست کنیم تا به اون نقطه طلایی برسیم. برای شروع مخمر رو با شکر ترکیبش میکنم، خوب همش میزنم، بعدش به آب دمای 45 تا 50 درجه اضافهش میکنم. دوباره همش میزنم که دانه های مخمر کاملا داخل آب حل بشه. مخمرمو کنار میذارم تا عمل بیاد. بعدش توی کاسه تخم مرغ، روغن مایع، شکر، نمک و آبو با هم دیگه ترکیبشون میکنم. با ویسک دستی همشون میذارم که کاملا با هم دیگه ترکیب بشن. تو کامنت ها برام بنویس دونات تا رسیپیشو خیلی سریع برات ارسال کنم. مخمر که حجم گرفت و ظرف خودشو پر کرد، مایع دوناتو میریزم تو ظرف میکسرم و بعدش مخمر رو بهش اضافه میکنم و بدون هم زدن آرد رو بهش اضافه میکنم. اضافه کردن وانیل کاملا اختیاری و بعدش با سری هوک دستگاه رو دور آهسته میکسرم رو روشن میکنم تا خمیرم شکل بگیره و شروع به ورز دادن خمیر کنم. خمیر که جمع شد مابقی آب رو بهش اضافه میکنم. من برای 3 کیلو آرد 1 کیلو و 200 گرم آب استفاده کردم. این میزان آب برای هر نوع آرد متفاوته. شما باید شل و سفتی خمیر رو در نظر بگیرید. خمیر دونات به این کشتانی که برسه یعنی دیگه آماده است. اگه یه زمانی از دستتون در رفت آب زیاد استفاده کردید، میتونید با اضافه کردن آرد دوباره خمیرتون رو به اون حالت مناسب برگردونید. خمیرم که آماده شد، سطح میزم و یه مقداری آرد میپاشم، خمیرم رو چونش میکنم، بعدش میذارم در محیط 20 دقیقه تا نیم ساعت استراحت کنه و حتما روی خمیر رو نایلون بکشید وگرنه سطح خمیرتون خشک میشه. استراحت خمیرم که تموم شد، خمیرم به اصطلاح اینجوری کمی ور میاد. با دست گاز تشکیل شده تو خمیرم رو خارج میکنم و دوباره چونش میکنم که خمیرم یه مقداری سر حال بشه. حالا که تا اینجای ویدیو رو با من همراهی برات آماده کردم. خب اینجا همون نکته طلاییه که بهتون گفتم. خمیرتون رو با ورزنه چوبی یا پلاستیکی، اگه دستگاه داری با دستگاه پهنش کنید و 2 تا لامینت تک یا همون سلا روی خمیرتون اجرا کنید. این کار به اصطلاح باعث جوندار شدن دونات شما میشه و یه دونات سرحال و پفدار بهتون میده. بعدش با یه قالب گرد ساده شروع میکنم به قالب زدن خمیرم و با یه دونه ماسوره یا یه دونه قالب گرد کوچیک‌تر به قطر 3 سانت وسط دوناتامو خالیش میکنم. کف سینی یا پشت سینی رو آرد میپاشم و دونات‌ها رو با فاصله های معین جوری که زمانی که عمل اومدن به هم دیگه نچسبن میچینم پشت سینی و بعدش در فضای محیط بهش 1 تا 2 ساعت استراحت میدم تا به این شکل پف کنه و حجمش 2 برابر بشه. بعدش تو روغن داغ سرخش میکنم. روغنتون حتما داغ باشه. شکلات رو براش بنماری میکنم که دیزاینش کنم و آماده ایمیل کردن بشه. این پستم سیوش کن که بعداً برای فرزند دلبند درستش کنی.